سمت تایوان با محموله اتانول بوده که 23 نفر خدمه داشته که هر 23 نفر سالم هستن و به بندر جاسک منتقل شدن. آخرین خبری که ما داریم و نیروهایی که در منطقه هستن اعلام کردن که آتش‌سوزی در شناور اطفاء شده، در موتورخانه شناور اطفاء شده و در حال ارزیابی هستیم که خدمه شناور به شناور اصلی، به شناور خودشون منتقل بشن، شناور دوم.